یعنی شمایی که میگم زنان در این سن به مردها که در اون سن هستن، که مرد نیست پسر هنوز هوش و ذکاوت، تجاوز میشه، آزار جنسی میشه و این اتفاقات براش میفته. وقتی که این پسر بزرگ میشه و متوجه میشه که چه اتفاقی براش افتاده، چه اتفاقاتی براش افتاده، همون خاله‌ای که دیگه خاله است دیگه، خالشه، خواهر مادرشه، برای بعضیا یه جایگاه ویژه‌ای داره، بهش تجاوز جنسی کرده، مورد آزار جنسی قرارش داده و شما نمیتونین ببینین یک پسری که بیاد اینو مطرح کنه تو جامعه. نمیتونه مطرح کنه، نمیشه مطرح کنه. چون الان من به شما میگم، فرض کنیم من الان بهتون میگم که آره من وقتی 13 سالم بود خالم اومد گفت بیا منو بکن، منم کردمش و اوکی بود. هیچ کدومتون نمیان اینجا بگین که فلانی بهش تجاوز شده. نه، میگین بابا دست خوش، تو 13 سالت بود فلانی ها میلف کردی، ما فلان سالمونه نتونستیم مثلا اصلا سکس نداشت. اینه، یعنی همه چیز برعکسه، همه چیز اشتباهه. یک مرد اگر مست باشه و یک زن کمتر مست باشه یا مست نباشه، یا حتی اگر مست هم باشه به حد یکسان، اگر زنه بیاد با مرد بخوابه و شکایتی صورت بگیره، اتفاق بیفته، حقو به زنه میدن، میگن آقا این مست بوده و شما پسر، شما آقا بهش تجاوز کردین. همون اتفاقی که برای اکثر این افراد مشهور بازیگر و فوتبالیست و نمیدونم خواننده و فلان الان داره اتفاق میفته تو جوامع جهان اولی آمریکایی و اروپایی. پس این باگشه، باگ این قوانین، باگ فمینیسمه. برابری نیست. اگر برابری بود، همونطور که تجاوز به زنان داریم، تجاوز به مردها هم باید داشت. البته بازم این یک تاپیک یا موضوع اصلی برای یک اپیزود دیگه است، اینجا مطرح میکنم ولی اونجا بازش میکنم. البته این قوانین در زمانی که اون مرد گی باشه یا جنسیت های جدید دول ابداعی که الان اومدند باشه، به اونا حق میده، حق تر میده. یعنی اینجا LGBTQ با فمینیسم یک درگیری هایی دارند، دوتا ایدئولوژی کسشر در مقابل هم. خب پس ما بررسی کردیم و اینو اثبات کردیم که مردها زودتر از زنان مورد تجاوز و آزار جنسی قرار میگیرن، اما هیچ وقت نمیگند. اینم به آناتومی و اتفاقاتی که برای یک مرد میفته بستگی و چیز داره. هیچ وقت یک مرد رو سرزنش نمی کنن به خاطر خوابیدنش با یک زن. خب اینجا ما بیایم حق بدیم یه فرهنگ غلط یا درست، من اینشو کاری ندارم، ولی این فرهنگو داریم که اگر یک مردی با یک زنی یا خانومی بخوابه نمیگن واو تو فلانی خوابید. نه، همچین اتفاقی نمیفته، خیلی عادی عبور میکنن. ولی یه دختر به عنوان خواهر یا مادر یا هر چیزی، فرزند، همسر با یک شخص دیگه ای به غیر از ازدواج، یعنی ازدواج نکرده باشه، بخوابه یا هر اتفاقی بیفته، بهش میگن وای چه اتفاق افتاد، بهت تجاوز شده یا فلان. میدونی منظورم چیه؟ یعنی یه اتفاق بده، عرف جامعه قبولش نداره، اینو قبول تر داره.
این اوکی تره. هر چقدر ما بیایم بگیم که ما روشن فکریم و فلان، ولی این اوکی تره. الان اگر اوکی تر نبود من این اپیزود رو نمی ساختم. پس به مردها تجاوز میشه، ولی فرهنگی که عرفی که ما داریم هیچ وقت این رو مطرح نکرده که این یک تجاوزه. عزیز من، تو داری مورد آزار جنسی قرار میگیری ها. دارن از تو استفاده جنسی میکنن ها. و الان اگه بگین خب ما قوانینی برای آزار و اذیت جنسی فرزندان کودکان داریم. من میخواستم اینو مطرح کنم. اگر میشه به یک زن 30 ساله 25 ساله تجاوز کرد و شما به عنوان یک فمینیسم طرفدار حقوق برابر هستید، باید این برابری رو قبول داشته باشید که به یک مرد 25 الی 30 ساله میشه تجاوز کرد، میشه اینو مست کرد و برد تو اتاق خواب و ازش حامله شد و ازش باج گرفت، میشه اینو از لحاظ عاطفی و حسی وابسته خودت بکنی، ببری سر سفره عقد 1300 و 1400 و 1500 و خورده ای سکه مهر بکنی و طلاق بگیری همون فرداش، همون لحظه، و ازش استفاده جنسی، استفاده مادی، معنوی، فلان ایکس ایگرگ کنی، خودت نزنیش. به قول یک خدا بیامرزی که حالا قبلا میشناختمش، الان نمیدونم کجاست، چی کار میکنه، به قول اون خودت نزنیش چون قدرتشو نداری، بدی دست بکنات بزننش، که این اتفاق زیاد میفته. خانومه خودش خب قدرتشو نداره، قدرت فیزیکیشو نداره، نمیتونه بزنه. آقا بله فلانی ایشون انا اذیت کرد، فلان کرد، برو فلانجا خفتش کن تا ته بکن تو ما تحتش. و این اتفاقات میفته ولی هیچ جا چی مطرح نمیشه. اینا مشکل منم اینه، متاسفانه من با اینا مشکل دارم. من میگم اگر برابریه چرا اینا مطرح نیست؟ اصلا اینا دیده نمیشه. حقوق بشر داریم، حقوق مردها چرا نداریم؟ کی میخواد در مورد مردهایی که بهشون ظلم میشه حرف بزنه؟ پس در مورد آزار جنسی و تجاوز باهاتون صحبت کردم. به نظر بنده در این مورد خانوم ها بیشتر دست و امکانات تجاوز دارن. من خیلی از بچه های خردسال میان سال رو دیدم که مورد اذیت جنسی خانم ها قرار گرفتن، به جای اینکه فرزند را، اون پسر رو از لپش ببوسه، از پیشونیش ببوسه، میاد از لبش میبوسه، نمیدونم موقع دستشویی و فلان میسا، چون مادران الان و قبل اینجوری بودن که آره دیگه پسر بچه است دیگه، بذار با دنبولش اون وسطا بازی کنه، بگرده، شورتم پاش نیست بره بیاد. آره من اینو دیدم که زنه اومده این دودول طلایی کی بودی تا دستم میزنه فلان. این به این میگن آزار جنسی، اذیت جنسی. و فکر نکنیم برای یه بچه 3-4 سال اتفاق میفته، نه بزرگتر از اونام اتفاق میفته و به یه آگاهی نسبی میرسه در این مورد. پسری که باید درستش اینه تو 15 سالگی بیاد بلوغ جنسی رو تجربه کنه، تو 9 سالگی تجربه میکنه، به خاطر مرض جنسی که شما خانوما دارین. شما خانوما که نه، اینایی که گفتم کیا رو میگم، چون 100% شما که همه مردا رو نمیگین. فمینیسم های غیر محترم. پس اگر بخوایم در مورد برابری صحبت کنیم،
باید تمامی مشکلاتی که یک زن داره برابر کنیم برای یک مرد بذاریم و ببینیم که آیا میشه یا آیا نمیشه، که من الان براتون اثبات کردم. اگر اثبات زیاد هم بخواین میتونین اطرافتون تو جامعه نگاه کنین. اگر بگی نه من اجازه نمی، تو اجازه نمیدی، تو اجازه نمیدی، وگرنه هست. من دیدم هست، تو الان بگی ندیدم نیست، کس شعر میگی. اینجوری بگم بهتون. توهین های زنان، زنهایی که توهین میکنن به مردها، اینا چجوری فمینیسم اینو پیگیری میکنه؟ مثلا بیاین در مورد یک کشور لیبرالیسم و آزادی خواه و آزاد صحبت کنیم به اسم آمریکا یا ایالات متحده آمریکا. در این کشور من رفرنسم چیه؟ از کجا میدونم؟ آیا عرفان تو رفتی یه همچین کشوری؟ نه نرفتم. خب پس از کجا میدونی؟ از یوتیوب. عزیزان دل، میتونید تو یوتیوب اینور اونور نگاه کنید و کارن رو سرچ کنید. به این افرادی که کسخلند، مشکل روحی روانی دارن، میگن کارن. یک مرد نمیتونه در مقابل توهینی که یک زن بهش میکنه پاسخی بده. یک زن میتونه فیزیکی با این تماس پیدا کنه، سیلی بزنه، مشت بزنه، فلان کنه، ولی یک مرد نمیتونه در برابر این دفاع کنه. ولی بالعکسش هست. یعنی اگر شما به عنوان مرد به یک زن حمله کنید، اون میتونه از خودش دفاع کنه و هیچ ایرادی نداره، نه عرفن نه قانونن. حتی تو همون آمریکاشو میگم. ولی تو همون آمریکاش زنه میاد یه سیلی میذاره تو گوش مرده. اگه مرد جواب بده مقصر. قانونن تا جایی که میدونم آره، اینو 100% نمیتونم بگم، ولی عرفن آره. عرفن همه حقو میدن به زنه. زنه خب نباید دست رو زن بلند کرد. پس چجوری زن با مرد برابره؟ اگر برابرند، اگر میشه یک مرد کتک بخوره و حرفی نزنه، باید زن هم کتک بخوره و حرف نزنه. الان گفتیم که مرد نباید جوابشو بده، پس زن هم باید کتک بخوره و جوابی نده. ولی این اتفاق نمیفته. پس ما اینجا برابری نمیبینیم. نه اینجا، تو ایران هم الان جدیدن یه جوری شده که نمیبینیم. من یه عده کم بگم زیاد بگم، آخه میدونین این چیزی نیست که ما بگیم 50-50. یه جاهای خیلی زن ستیزن، یه جاهای خیلی مرد ستیزن. شما پاتونو یه دونه بذارین تو فضای مجازی، یه دونه میگم، یه قدم بردارید و برید کانال ها و گروه ها و سوشیال مدیا های مختلف، میبینین که اصلا عرف جامعه جوری شده که اصلا زنان خیلی بالاتر از مردانن و چیزی که مقدسه اینه که برینی تو دهن مرد. خیلی جالبه. ولی زنان خودخواه تر از مردا هستن به نظر من. قوانینی که باعث برابری زن و مرد شده و این اتفاق، اگر زنان فمینیسم واقعیت رو بگند، پس باید ما اینا قبول کنیم که یک دورانی بوده که فقط مردها حکومت کردن و هیچ نقشی زنان نداشتن، هیچ قدرتی نداشتن، هیچ حرفی نمیتونستن بزنن و هیچ اظهار نظری نمیتونستن بکنن. پس اگر اینجوری باشه، یک مرد اومده فمینیسم رو ایجاد کرده، از فمینیسم حمایت کرده که اینها قدرت گرفتن.
100% اینطوریه. چون ما هیچ